به نام خداوند دانا و توانا. درود بی پایان بر قطب عالم امکان جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم. با عرض سلام و ادب برکت الله دانش هستم و در مورد پلان درسی معلومات ارائه می کنم. اساتید گرانقدر، این ویدیو نظر به تقاضای مکرر یک تعداد استادان تهیه گردیده است و شما می توانید آن را از طریق چینل یوتیوب و سایر شبکه های اجتماعی هم تماشا کنید. پلان یک کلمه فرانسوی است و معنای آن تدبیر، طرح، نقشه، سنجش و تصمیم گیری برای یک کار می باشد و تعریفش هم به این قسم است که طرح منظم برای فعالیت های هدفمند پلان گفته می شود. پلان درسی طرح منظم و هدفمند برای تنظیم درس نظر به زمان معین می باشد. پلان درسی نظر به زمان به سه نوع می باشد. یک، پلان درسی طویل المدت یا پلان سالانه یا سمستروار. دو، پلان درسی متوسط المدت ماهوار یا هفتهوار. سه، پلان درسی قصیر المدت یا پلان درسی روزانه یا هم ساعتوار یا هم پلان واحد درسی. فایده های داشتن پلان درسی: یک، حاکمیت بالای موضوع و دریافت معلومات همه‌جانبه درباره آن. وقتی که پلان موجود باشد، بالای موضوع حاکمیت حاصل می شود و معلومات بیشتر حاصل می شود. دو، آماده شدن معلم و استفاده از محتوا در وقت مناسب. معلم آماده می باشد و از محتوای مناسب در وقت مناسب استفاده می کند. 3. برای هر درس شیوه مناسب را انتخاب می کند. وقتی که معلم پلان داشته باشد، به هر درس شیوه و طریقه مناسب انتخاب می کند. 4. رسیدن به هدف درسی. وقتی که پلان موجود باشد، به هدف درسی یا به هدف تدریسی رسیدنش آسان می شود. در صورتی که پلان موجود نباشد، رسیدن به هدف درسی و هدف تدریسی مشکل می شود و اکثرا به هدف نمی رسد و معلم و شاگرد از موضوع درسی خارج می شود و بحثشان بالای موارد اضافی و می شود که در این مورد وقت ضایع می شود. 5. وقتی که پلان موجود باشد، هم شاگرد فعالتر می شود و هم معلم فعالتر می شود. 6. از وقت استفاده اعظمی می شود و از موارد غیر ضروری جلوگیری می شود. هم استاد هم شاگرد بالای موضوع بحثشان می باشد و از موارد اضافی جلوگیری می شود. 7. نصاب درسی در وقت معین تکمیل می شود. در یک سال نصاب تعلیمی تکمیل می شود، ولی اگر پلان موجود نباشد کتاب تا آخر خلاص نمی شود و فواید دیگرش هم موجود است. شما می توانید خودتان بنویسید. پلان درسی واحد 3 مرحله داره. مرحله اول مرحله مقدمه است یا آمادگی است. مقدمه و آمادگی است که در اینجا احوال پرسی، تنظیم کردن صنف، حاضری دیدن، کارخانگی دیدن و به می قسم ارزیابی درس گذشته و تولید انگیزه به درس جدید شامل مقدمه و آمادگی می باشد. بخش دوم پلان واحد درسی هم تقدیم کردن درس جدید می باشد که در اینجا معلومات همه‌جانبه با طریقه های یا میتود های مفید تقدیم می شود یا تشریح می شود. 3. بخش سومش هم ارزیابی پایانی درس می باشد که در اینجا می تواند معلم از طریق سوال جواب کار بگیرد و یا هم نکات مهم درس اشاره کند و یا هم میتواند توسط شاگرد خلاصه درس تشریح کند و در اخیر هم کار خانگی را به شاگردان مشخص میکند. این یک نمونه پلان درسی است. قالب یا فرمت های مختلف پلان درسی موجود است که یکی هم نمونهش است که به سال 1404 آماده شده است، ولی این قالب هم میشه تغییر داشته باشه. بعضی پلان های درسی است مثلا در یک صفحه به 1 ساعت درسی ساخته شده. بعضی پلان های درسی هست که در 1 صفحه به 2 ساعت درسی ساخته شده و بعضی پلان های درسی هم وجود داره که در 1 صفحه برای 6 ساعت آماده می باشه، ولی این بهتر است چون در 1 صفحه به 3 ساعت
پلان آماده میشه و در هر دو طرف که پرنت شود دور یک ورق به 6 ساعت یا یک روز تعلیمی پلان درج میشه. این صفحه را طوری که میبینید حالا تمام جزئیاتش ارائه میکنیم که هر قسمت شامل کدام بخش ها میباشه، با جزئیات بیشتر معلومات ارائه میکنم. در این صفحه طوری که میبینید 1 ساعت است، 1 ساعت درسی است که در این چیزها نوشته میشه، هر کدامش هم میبینیم. در قسمت بالا صنف نوشته میشود، هر صنفی که هست و این قسمت ساعت درسی، ساعت چندم است، اول، دوم، سوم، چهارم، چندم نوشته میشود. اینجا هم مضمونه، کدام مضمون استاد تدریس میکنه، کدام مضمونه، مثلا ریاضی است، کیمیا است، فیزیک، تعلیمات اسلامی است، چیز اینجا درج میشود. و به می قسم در قسمت دیگر صفحه کتاب است، امی درسی که امروز تقدیم میکنه یا درسی که امروز استاد تدریس میکنه در کدام صفحه کتاب این درس هست، در چند صفحه شامل است، بهتر مشخص نوشته شود، مثلا صفحه 42 و 43 کتاب، تمام صفحه اگر در 3 صفحه شد باید 3 صفحه درج شود اینجا. و اینجا هم عنوان درس است، درسی که تقدیم میشه عنوانش باید اینجا ذکر شود. این عنوان باید با طرق تعلیم یک چیز باشد، در صورتی که با طرق تعلیم این عنوان یک چیز نباشه این پلان ناقص است، درست نمی باشه. و این قسمت هم متد درسی هست، متد درسی است. در این قسمت بالا شما میبینید که عنوان درس نوشته است، گفتم عنوان درس باید با طرق تعلیم یک چیز باشه، اگر تفاوت داشت پلان ناقص می باشه. و در قسمت پایان تر هم متد درسی نوشته شده است که معلم این درس در این ساعت از کدام متد درسی تقدیم میکنه یا به کدام متد درسی تدریس میکند باید اینجا نوشته شود. و در این قسمت پایان ترش میبینیم مواد درسی، مورد نیاز. در این درس که استاد تقدیم میکنه، این درس که استاد تدریس میکنه، از کدام مواد درسی استفاده میکنه اینجا باید تمامش نوشته شود. و در قسمت پایان اهداف درسی است. اهداف درسی اینجا هم نوشته شده، از شاگردان انتظار می رود تا پایان ساعت درسی بتواند این موضوعات یاد بگیره. کدام موضوعات اینجا کمی بیشتر معلومات ارائه میکنیم که در اهداف درسی چی چیزهای نوشته شده. به صورت کلی هدف درسی، درس به صورت کلی دو نوع هدف داره، یکی هدف کلی است، یکی هدف جزئی. هدف کلی شامل تمام موضوعات میشه، ولی هدف جزئی در 1 ساعت درسی به کدام نتایج باید معلم و شاگرد حاصل شود، این هدف جزئی درس میشه که در اینجا باید هدف جزئی نظر به عنوان درس نوشته شود. 3 هدف باید نوشته شود که در سلاید های بعدی تشریح میکنم که اهداف درسی باید چه چیزها نوشته شود. در اهداف درسی، در قسمت اهداف درسی باید چه نوشته شود؟ موضوعات نوشته شود که نتایج که در 1 ساعت درسی حاصل می شود آن باید نوشته شود. نتایجی که در 1 ساعت درسی حاصل می شود، معلم و شاگرد در 1 ساعت درسی کدام نتایج مثبت حاصل می کنه، امی موضوع در اهداف درسی باید نوشته شود. و اهداف باید مطابق عنوان درس باشه، چیزی که عنوان درس است باید هدف با او ربط داشته باشه. بعض اساتید طور نوشته میکنه که در یک ساعت درسی اهدافش طور است که تمام کتاب اهدافش در ذکر شده، که پلان ناقص است. اهداف درسی باید موافق با عنوان درس باشه و در 1 ساعت درسی حاصل شود، نه که 2 ساعت و 3 ساعت، 1 هفته و 1 ماه شود، نه، بلکه تنها در 1 ساعت درسی و هدف ها حاصل شود. نمونه های از اهداف درسی را برای مضامین مختلف اینجا بیان میکنیم. مثلا مضمون علوم دینی است، تفسیر و تعلیمات اسلامی چگونه هدف برش تعیین میکنیم. یک عنوان درس است به نام علم عقاید، فکر کنم صنف 10 هست، علم عقاید. تا پایان درس، تا پایان ساعت درسی شاگردان باید کدام موارد یاد بگیرند، این اهداف درسی میشه. اهداف درسی است که تا پایان درس شاگرد کدام موضوعات یاد بگیره یا شاگرد به کدام موضوعات حاکم شود، می اهداف درسی میشه. در اینجا عنوان علم عقاید است، پس اول هدفشی باشه که شاگرد باید معنا و تعریف علم عقاید را بدانند. دومش هم ای را باید بدانند که ارزش و برتری علم عقاید را بدانند. و سوم حکم علم عقاید را بدانند. یعنی معلم باید کتاب خود عنوان درس مطالعه کنه و در اونجا چی چیزهایی که شامل است بعد از اون 3 مورد در هدف
نوشته کنه و هدف باید موافق با عنوان درس باشد. نمونه بعدی از مضمون دری است. عنوان درس از حمد و اهدافش چی باشد؟ تا پایان ساعت درسی شاگردان باید یک معنا و مفهوم حمد را بدانند. 2. لغات شامل درس حمد را یاد بگیرند. 3. شعر حمد را به نثر تبدیل بتوانند. این اهداف شد. اهداف باید موافق با عنوان درس باشه. مثلا مضمون پشتو درباره غنی خان است. اهداف درسی است یا د درس مخی چیده د درس تر پای باید ازده کون که دا موارد ازده کری. اول غنی خان و پیژنی. دویم د غنی خان علمی آثار یا کتابون نمونه واخلی. دریم د غنی خان سو مشهور شیرونه ازده کری. مضمون انگلیسی هم هدفش چی است؟ یک عنوان درس از تایتل یا عنوان از تلویزیون. اهدافش چیست یا learning objectives چیست؟ up to end of this lesson student must تا ختم درس شاگردان باید بتوانند اول معنا و مفهوم تلویزیون باید بفهمند. معنا و تعریف تلویزیون باید بفهمند. learn the meaning and definition of television. هدف دوم learn the new words of this lesson. لغات جدیدی درس یاد بگیره. و هدف سوم grammatical points of the lesson. learn the grammatical points of this lesson. نکات گرامری درس یاد بگیره. و در بخش مضمون انگلیسی به دولت هم یک پیشنهاد دارم. شما طوری که میدانید از صنف 4 تا 12 کتاب انگلیسی خوانده میشه، ولی یک شاگرد وقتی که فارغ میشه ABC را یاد نداره. پس از اینجا معلوم میشه که نصاب انگلیسی مکتب یک نصاب معیاری و نظر به توان شاگرد ساخته نشده است. پس از دولت تقاضا میکنم تا این نصاب کم تغییرات بیاره و از سیستم های استاندارد بین المللی به وضع کتاب های مکتب کار بگیره. مثلا به صنف 4 کتاب Let's Begin 1 کار بگیره. به صنف 5 کتاب Let's Begin 2 را کار بگیره. به صنف 6 کتاب Let's Go 1 کار بگیره و به صنف 7 کتاب Let's Go 2 را استفاده کنند. به صنف 8 کتاب Let's Go 3 را استفاده کنند. به صنف 9 هم سیستم انترچنج استفاده کنند. انترچنج انترو یا انترچنج صفری را استفاده کند. به صنف 10 انترچنج 1 استفاده کنند. به صنف 11 انترچنج 2 را استفاده کنه. به صنف 12 انترچنج 3 را استفاده کنه. و موضوعی که هست اینجا میشه از سیستم های از این که بهتر هم از اساتید انگلیسی پرسان کنه که تجارب بیشتر داشته باشه، بیشترین مردم را تدریس کرده باشه، از آنها پرسان کنن و بعد از او یک نصاب استاندارد بین المللی استفاده کنه. این نصابی که فعلا در بخش انگلیسی است هیچ فایده ای نداره و این پیشنهاد ما همی بود، ولی میشه از این که سیستم های بهتر استفاده کنه. ولی اگر این سیستم تطبیق شود یک نفر وقتی که از صنف 4 تا 12 انگلیسی را میخوانه بالاخره نیاز نداره که کورس برای انگلیسی را بخونه، با می کتابا تمام چیزهای انگلیسی را یاد میگیره. بحث بعدی هم نمونه هدف برای مضامین ساینسی و کیمیا، فیزیک، بیولوژی و جیولوژی است که به تمامشان تقریبا یک نوع هدف ساخته شده میتونه مشابه است. مثلا یک عنوان میگیریم از مضمون بیولوژی به نام حجره. تا پایان ساعت درسی شاگردان باید این موارد یاد بگیره. مربوط حجره چیزهایی که از اهداف هم باید مطابق عنوان باشه. اول باید معنا و تعریف حجره را بدانند. دوم اجزای داخلی حجره را نام بگیرند که حجره از چند بخش ساخته شده چی است. و هدف سوم کاشف حجره را بشناسند که حجره را کی کشف کرده. این شامل اهداف درسی این درس میشد که عنوانش حجره بود. در بحث ریاضی هم یک نمونه کار میکنیم. مثلا عنوان از ریاضی است قضیه باقی مانده که مربوط صنف 10 میشه. اهداف درسیش چی است؟ اهداف درسی اولش است که تعریف ریاضیکی و نوشتاری یا متنی قضیه باقی مانده را شاگردان بدانه. دوم هدفش موارد استفاده قضیه باقی مانده را باید شاگردان بدانه و سومش سوالات مختلف قضیه باقی مانده را شاگردان باید حل بتواند. مضمون جغرافیا مثلا عنوان درس افغانستان است.
تا پایان ساعت درسی شاگردان باید اول حدود غربی افغانستان را بدانند، دوم پایتخت و شهرهای مشهور افغانستان را بشناسند، سوم صادرات و واردات افغانستان را بدانند. مضمون تاریخ مثلا یک درس است، عنوان درس است صلاح الدین ایوبی. تا پایان ساعت درسی شاگردان باید این موارد بدانند: اول معرفی نامه صلاح الدین ایوبی را بدانند، دوم در مورد فتوحات صلاح الدین ایوبی معلومات حاصل کنند، سوم در مورد اخلاق و تقوای صلاح الدین ایوبی معلومات دریافت کنند. و قسمت اهداف خلاص بخش بعدی شما میبینین فعالیت معلم و فعالیت شاگرد و زمان است. مرحله مقدماتی است که سلام و احوال پرسی و حاضری و تنظیم صنف و ترق تعلیمی موارد است. و بعد مرحله جریان درس که در جریان درس کدام موارد در نظر بگیرید اینجا نوشته میکنیم در اسلاید بعدی. اینجا فعالیت های معلم و شاگرد شما میبینین اول سلام و احوال پرسی و حاضری و ترق تعلیم و کارخانگی است که این مرحله مقدماتی است. در مقابل شاگرد جواب دادن به معلم و توضیح کارخانگی است. به این قسم ارزیابی درس گذشته و شاگرد هم با سوالات معلم جواب میدهند. سوم ایجاد انگیزه مطابق عنوان درس جدید و شاگردان تفکر و پیدا کردن عنوان درس. به این قسم نوشتن نکات مهم درس جدید و اصلاح اشتباهات شاگردان است و شاگردان هم متن درس میخوانند. پنجم هم درس استاد تشریح میکنه، شاگردان به تشریح استاد گوش میگیرند و به این قسم راهنمایی در مورد فعالیت ها و حل سوالات میکنه. و در اخیر هم اینجا زمانش که هر مورد در چقدر وقت باید شود، چون که تایم های مکاتب استاندارد نیست، بعضی ها 45 دقیقه است، بعضی ها 40 دقیقه است، بعضی ها 30 دقیقه است. این شما خودتان میدانید تایمش تعیین کنید نظر به درستان، نظر به تمام موضوعاتش تایم خودتان در این قسمت درج کنید. در این قسمت هم همین موضوعات نوشته میشه، مقدماتی و جریان درس. شما مقدماتی و جریان درس میدانید که کدام موارد در این سلاید براتون گفتم، باز همیشه از اینجا کمک بگیرید. و بحث بعدی در قسمت پایان جمع‌بندی و ارزیابی سپردن کارخانگی است. در پایان استاد درس جمع‌بندی میکنه که به طریقه های مختلف جمع‌بندی میکنه. مثلا به طور خلاص خود استاد یک بار تشریح میکنه، یک نوع جمع‌بندی است. خود استاد سوال میکنه، شاگرد پرسان میکنه، این نوع دیگرش است. نوع دیگرش یک شاگرد میخزنه و میگوید که از همصنفیتان راجع به درس چند سوال کو، این نوع دیگرش است. یا بالای شاگرد تشریح میکنه، این نوع دیگر جمع‌بندی است و جمع‌بندی و ارزیابی در عین زمان خلاص می شود. و سپردن کارخانگی را واضح و مشخص میکنه. مثلا میگه فلان تمرین فلان صفحه کتاب باید حل کنین، یا هم حل سوالات داده شده، این مورد اینجا ذکر میکنه. و قسمت اخیرش که امضای استاد، امضای سرمعلم و مدیر است، او را تمامتان میدانید. تشکر از اینکه ویدیو را تا آخر تماشا کردید. باز هم اگر سوالی بود میتونید پرسان کنید و همچنان به خاطر دریافت مواد درسی بیشتر در چینل تلگرام و چینل واتساپ هم جوین شوید. موضوعات بیشتر را در آنجا نشر میکنم. تشکر از توجهتان.